این مراجعه کننده عزیز ما رو ببینید و الانم ببینیدشون. ببینید تکسچر پوستشون چقدر تکسچر خشن، کم آب و تیره‌ای بوده. ایشون یک جلسه RF در واقع نانو انجام دادن. ببینید تمام ککومک ها، لک ها، تیرگی ها، کدری ها که برطرف شده. در واقع یکی دو ماه دیگه حالا اگر جاهایی احساس کنیم مثل این قسمت ها که حالا تک و توک یه چیزایی باقی مونده براشون برمی‌داریم. مثلا ببینید شما کنار چششون یه لکه کوچولو هنوز دارن، کامل برداشته میشه، پاکسازی کاری نمیدونم الکی پلکی که حالا همه جا هست و ازش صحبت میکنن. در واقع به گرد پای تکنیکی که در واقع ما داریم کار میکنیم نمیرسه. امیدوارم که اگر دوست داشته باشین که پوست خوبی داشته باشین، امکان اینو داشته باشین که مرکز ما رو انتخاب کنین.